سلام به چنل حرکتیسم خوش اومدید. امروز میخوایم در رابطه با اساطیر اسکاندیناوی و نورس صحبت کنیم، در واقع خدایانی که وایکینگ ها پرستش میکردن که اودین بزرگ ایزدان چطور به وجود اومد. ممنون میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی زنگوله رو بزنید. در شروع هیچی نبود، غبارگونه و بیشه و جهان آتش که همیشه میسوخت و نیفلهایم جهان تاریکی توی شمال که سرمای زیادی اونجا وجود داشت و همه چیز توی اونجا یخ زده بود. 11 رود سمی راه خودشون رو پیدا کردند. در جنوب موسپل بود که در آتش همه چی میسوخت. اگه نیفلهایم تیره و تار و سرد و یخ زده بود، موسپل درخشنده و روشن بود. توی دل آتش موسپل سورتر حضور داشت که قبل از ایزدان اونجا بود. اون همیشه اونجاست، شمشیری آتشین توی دستش داره و گفته میشه فقط توی رگناروک هستش. اونجا رو ترک میکنه و به جنگ میره و با شمشیر آتشین خودش به جنگ میپردازه و بین نیفلهایم و موسپل شکافی وجود داشت که آب 11 چشمه به اون شکاف پهناور میریخت و این چشمه های سمی یخ میزنند. گرمای موسپل باعث ایجاد باد گرمی شد و در این شکاف پهناور با شکستن این یخ چشمه های سمی حیات شکل گرفت. موجودی همانند آدم شکل میگیره، اما بزرگتر از همه جهانها و بزرگتر از هر غولی که بعد از اون میاد. این موجود هم مرده و هم زن. اون جد همه غولها بود. اسم خودش رو ایمیر گذاشت و از این آب شدن یخ یک گاو بیشاخ عظیم هم شکل گرفت و شیر اون غذای ایمیر شد. ایمیر اسم گاو رو هوملا گذاشت. این گاو با زبونش از توده های یخ انسان رو تراشید و بوری متولد شد. جد همه ایزدهاست. ایمیر خوابید و وقتی که خواب بود از زیر بازوش یه غول مذکر و یه غول مؤنث به وجود اومد و از پاهاش یک غول 6 سر. بوری از بین این غولها همسری انتخاب کرد و اسم فرزندش رو بور نامید. بور با بستلا دختر یکی از غولها ازدواج کرد و 3 پسر به دنیا آورد: اودین، ویلی، وو. توی شکاف پهناور نه دریایی بود و نه خاک، نه درختی بود و نه زندگی و 3 برادر تصمیم به ایجاد حیات گرفتن. 3 برادر ایمیر رو کشتند تا جهانهای مختلف رو بسازند. اگه اون رو نمی کشتن نمیتونستند جهانهای مختلف رو بسازند. خون ایمیر تمام غولها رو توی خودش غرق کرد به جز برگلیمر نوه ایمیر و همسرش و تمام غولها از نسل اونان. اودین و برادرانش از گوشت ایمیر خاک رو به وجود آوردن، از استخونهاش کوهستانها و کوهها رو و خون و عرق ایمیر دریاها رو به وجود آورد. ابرها هم مغز ایمیر هستش. از مژه های ایمیر دیواری دور مرکز جهان بنا کردند که این دیوار میدگارد نام گرفت. در میدگارد کسی سکونت نداشت. اودین و برادرانش متوجه 2 تکه چوب شدند که دریا با خودش آورده بود. یک سر چوب رو اودین به زمین زد و سر دیگرش رو اودین توش حیات دمید. ویلی به اون اراده داد و این اراده باعث شد که چوبها بتونن حرکت کنند. اون چوبها رو تراشیدند و 2 آدم برهنه توی ساحل ایستاده بودند. یکی از اونها مرد و یکی از اونها زن شد. برای اونها لباس دوختند تا بدن خودشون رو بپوشونند. مرد رو آسک یا درخت زبان گنجیش و زن رو آمبلا یعنی درخت نارون نامیدند و والدین تمام بشریت شدند. اونها توی میدگارد زندگی میکردند و اودین رو پدر خودشون میدونستند. ایگدراسیل یا ایگدرازیل از درختان زبان گنجیش به وجود اومد. درختی با شکوه که ریشه اون به نیفلهایم میرسه و تمام 9 جهان رو به هم پیوند داده. ریشه های این درخت در 3 جهان رویده و 3 چاه به اون آب میده. اولیش در مرکز جهان تاریکی توسط چشمه جوشان، جهان تاریکی منظورم نیفلهایم هستش که اژدهایی به اسم نیدهوگ توی این آب زندگی میکنه. ریشه دوم توی قلمرو غولهای یخی هستش که میمیر توی اونجا زندگی میکنه. پای درخت مارهای بیشماری هستند که در بین ریشه های اون زندگی میکنند و درخت رو نیش میزنند. بین شاخه های درخت حیوان های متفاوتی زندگی میکنند، مثل یک سنجاب بزرگ، 2 آهو، عقاب و بازی که بین 2 چشم های عقاب لونه داره. ولی
ولی ایزدها از درختها بالا نمیرن. برای رفتن از جهانی به جهان دیگه از بیفروست پل رنگین کمان استفاده میکنن و فقط ایزدان میتونن از اون پل استفاده کنن. اگه غول یا موجودی فانی از این پل استفاده کنه پای اون میسوزه. 9 جهان که درخت اونها رو به هم وصل میکنه اینطور هست: آزگارد، جهانی که اودین ساخته و اودین درش زندگی میکنه که از دیوارهاش از موجه های امیر ساخته شده. آلفهایم یا الفهایم، جایی که الف های روشنپوست درش زندگی میکنن. اسوارتالفهایم، جایی که زیر کوه هاست و دورف که الف های تیر پوست نام دارند اونجا زندگی میکنند. میدگارد، جهانی که ما انسان ها درش زندگی میکنیم. یوتنهایم، جایگاه غول های یخی و غول های بیابانی. وانهایم، جهان زندگی وانیر هاست. موسپل، جهان شعله و آتش. سورتر توی اون زندگی میکنه با شمشیر آتشینش. نیلفهایم یکی از جهانهای زیرین هستش که جهان تاریکی و سرماست. هلهایم، دوزخ نوردریک، سرزمین مردگان و افرادی که شجاعانه نجنگند به اونجا میرن. 3 خواهر به اسم خواهران نورن که بانوان خرد هستن، اونها از چاه مراقبت میکنن، از چاهی که ریشه درخت ایگدراسیل به اون میرزه، مکانی که هر روز خدایان دور هم جمع میشن تا قبل از رگناروک که با هم درباره اتفاقات مشورت کنند و این چاه به الهی سرنوشت و تقدیر تعلق داره. اون گذشته همه ماست. 3 خواهران نورن و بانوان خردمندی هستند. در کنار او ورداندی به معنی شدن، الهی زمان حال هستش و اسکولد به معنی آنچه رخ خواهد داد و الهی آینده محسوب میشه حضور دارند. نورن ها تصمیم میگیرند که توی زندگی هر کس چه اتفاقی رخ بده. البته جز این 3 تا نورن های دیگه هم هستن: نورن های غول و نورن های الف، نورن های دور و نورن های وانیر. نورن های خوب و نورن های بد و سرنوشت همه به دست آنها تعیین میشه. برخی نورن ها به مردم زندگی خوب و خوش عطا میکنند و بعضی هم مشقت بار یا عمری کوتاه. سرنوشت همه ما به دست اونها و پای چاه تعیین میشه. روزی اودین مخفیانه پیش میمیر توی سرزمین غول‌ها یعنی یوتنهایم رفت. از میمیر تقاضا کرد جرعه‌ای از چاه دانش اون آب بنوشه و گفت من خواهرزادی تو هستم و مادرم به اصطلاح خواهر توست. اما میمیر قبول نکرد و گفت اگر یک چشم تو در بیاری و توی چاه آب بندازی بهت اجازه میدم و اودین سریع این کار رو انجام داد. با نوشیدن آب چاه خرد توی رگ‌هاش جریان پیدا کرد و روزها گذشت. اودین میمیر رو به هوینیر فرستاد تا به یکی از ایزدان ایزیر مشاوره بده. وقتی میمیر کنارش بود اون حاکم تصمیم‌های عاقلانه میگیره. وقتی میمیر کنارش نبود اون نمیتونه تنها تصمیم گیری کنه. مردم وانیر از این وضع خسته شدن، نه از هونیر بلکه از میمیر انتقام گرفتن و سرش رو بریدند و برای اودین فرستادن. اودین سر میمیر رو به عصاره گیاهان خاصی آغشته کرد و برای اون سر دعا کرد. میمیر چشمای خودش رو باز کرد و شروع به حرف زدن کرد و از اون به بعد به اودین توصیه های کارسازی میکرد و در این بین اودین گیالرهورن رو به هایمدال داد که فقط یک بار، اون هم توی روز پایانی یعنی راگناروک، توش بدمه و ایزدان هر جا که باشند از خواب بیدار میشند و میان وارد جنگ میشن. نام مادر اصلی ثور یورد بود که به گایا هم معروفه و یکی از قدیمی ترین الهه های زمین محسوب میشه. پیش از متولد شدن ثور، اودین فرزند پسری میخواست که قدرت اون هم از زمین و هم از خود سرزمین آزگارد حاصل بشه تا بتونه به عنوان وارث قدرت های پدرش رو به ارث ببره. همین موضوع باعث شد که با یورد آشنا بشه. اودین یک غار در کشور نروژ رو در نظر گرفت و همونجا بود که یورد ثور رو به دنیا آورد. چند ماه بعد از تولد اودین اون رو به آزگارد برگردون تا همونجا ازش محافظت کنه. همسر ثور سیف نام داشت و از قبیله ایزیر. روزی ثور در کنار همسرش خوابیده بود و وقتی بیدار شد متوجه شد همسرش کچل شده. همسرش تعجب کرد و ثور گفت اون تو رو کچل کرده. همسرش گفت کی؟ کمربند میگنگیور رو بست و گفت کار لوکی هستش. به سمتش رفت و اونو بلند کرد و ازش پرسید چرا موهای همسرم رو کچل کردی؟ لوکی گفت مست بودم و
و کار بامزه‌ای بود و سور فریاد زد اگر موهای همسرم رو برنگردونی تمام استخوان‌هایت را خواهم شکست. لوکی گفت مو که دیگه بر نمیگرده. سور یکی از استخوان‌های لوکی رو شکست و لوکی فریاد زد دورف ها می توانند کمک کنند. لوکی از ایزدان یا یوتونهای یا هر دوشون توی اساطیر اسکاندیناوی بوده. اون فرزند لافی و فاروافتی هستش. لوکی خوش سیما، بزلگو و فریبنده، در این حال شرارتبار و آبزیرکا بود. مدرکی وجود نداره که وایکینگ ها اون رو به عنوان یه ایزد بپرستن. لوکی به سمت اسوارتالفهایم رفت. 3 برادر که بهترین صنعتگران دورف بودند رو پیدا کرد و آنها پسران ایوالدی بودند و گفت سلام بر برادران ایوالدی. من شنیدم براک و برادرش ایتری بهترین صنعتگرهای دورف هستند. یکی از اونها گفت من حتی اسبم را هم نمیدهم آنها نعل کنند. آن صنعتگرهای کژدست. لوکی گفت شنیدم مسابقه‌ای ترتیب دادند به داوری ایزدان ایزیر تا بهترین سازنده رو مشخص کنند و یکی از 3 اثر باید موهای بی‌نقص باشه که همیشه رو به رشد و طلایی باشند. اونها گفتند که ما توی این مسابقات شرکت میکنیم و بعد لوکی به دیگر کوهستان رفت تا 2 برادر رو ببینه. اون به اونها گفت 3 برادر ایوالدی در حال آماده کردن 3 پیشکش برای ایزدهای آزگارد هستند و اونها از من خواستند به شما بگم که شکی ندارند شما 2 برادر نمیتونید چیزی به زیبایی کار اونها بسازید. حتی اونا به شما گفتند صنعتگرهای کژدست. گفت مطمئن این توطئه تو نیست؟ از تو برمیآید این توطئه. لوکی با معصومیت گفت چه سودی به من میرسه؟ میخواستم بهت بگم که بدونی. براک سر رضایت تکون داد و گفت پس بیا با هم شرطی ببندیم. اگر ما پیروز شدیم تو باید سرت رو به من بدی. از سر تو ماشین های خیلی خوبی میتونیم بسازیم. در دل لوکی وحشتی راه افتاد اما قبول کرد. طی ساخت و ساز 2 برادر لوکی سعی کرد که کاری کنه اونها موفق نشن تا شرط رو شکست بخوره، اما هرچی سعی کرد موفق نشد. لوکی خودش رو به شکل حشره‌ای در آورد. در حین کار بین 2 چشم براک رو نیش زد تا حدی که خون از مژه‌های اون جاری شد، اما باز هم کاری از پیش نبرد و براک متوجه شد که کار لوکی هستش و وقتی لوکی وارد شد که با براک به آزگارد بره، براک به اون گفت بیش از این نمیتونم برای بریدن سر صبر کنم. ایتری گفت من ترجیح میدم بمونم و کار کنم. پس براک با لوکی به آزگارد رفتن و در مقابل اودین، ثور و فریا که آماده داوری بودند حاضر شدند. لوکی بین براک و 3 برادر ایوالدی ایستاد و در شروع نیزه‌ای رو به اودین نشون داد. نیزه‌ای که اگه پرتاب کنی قطعاً به هدفش میخوره. اودین گفت بسیار زیباست. لوکی گفت دومین هدیه خرمن موهای طلایی هستش. هر کس اون رو به سرش بذاره به سرش میچسبه و شروع به رشد میکنه. ثور اون رو به سر سیف گذاشت تا امتحان کنه و کلاهگیس به جمجمه اون متصل شد. ثور گفت محشر است. آفرین. و هدیه سوم را لوکی باز کرد. دستمال ابریشمی بود که یک کشتی خاص که هر کجا بره باد موافق میاد و با اینکه بزرگترین کشتی بود به راحتی تامین شد و توی یک کیسه دستی قرار می گرفت. فریا تحت تاثیر قرار گرفت. هدیه پسران ایوالدی بسیار عالی بود. حالا نوبت به براک رسیده بود. بازوبندی که هر 9 شب از اون 8 بازوبند می چکید به اودین داد. 8 بازوبند طلا. اودین گفت بسیار زیبا و گرازی از طلا که قدرت پرواز داشت و فریا میتونست با وصل کردن یک کالاسکه به اون توی تمام دریاها و خشکیها سفر کنه. تا اینجا لوکی گفت خب حالا برابری میکنه این 2 با هم. براک زیر پاش پتکی بیرون آورد و اون رو در برابر ثور قرار داد. ثور اول گفت دستش بسیار کوچک است. براک گفت اسم این پتک میولدنیر هستش. این پتک رو به سمت هر هدفی پرتاب کنی هرگز خطا نمیرو، به دستت باز میگرده. ثور به ندرت لبخند میزد، اما این بار همه از لبخند ثور تعجب کردن. ثور بارها شده که سلاح خودش رو پرتاب کنه و دیگه دوباره نتونه پیدا کنه و از به دست آوردن این سلاح واقعا خوشحال بود. براک و برادرش به خاطر ساخت این سلاح تشویق شدن، پیروز مسابقه شدن و براک نگاه به لوکی کرد و گفت حالا وقتشه که سرت رو به من بدی. لوکی فرار کرد اما ثور اون رو برگردوند و لوکی به خاطر کلکی که سوار کرد
نتونستن با چاقو سرش رو جدا کنند و هیچ چاقویی هم عمل نمی‌کرد و اینگونه بود که سلاح‌های خدایان به دستشون رسید. روزی ثور برای جنگ با ترول ها رفته بود. آزگارد بدون محافظ بود. اودین گفت ما نمیتونیم بدون محافظ روبروی ترول ها و غول ها بایستیم. باید دیواری به دور شهر بکشیم تا تمام اطراف آزگارد رو بگیره. اما این کار مدت زمان بسیاری طول میکشید. در همین بین مردی با اسبی وارد آزگارد شد و گفت من میتوانم این دیوار را بسازم به طوری که مورچه‌ای از اون گذر نکنه. این کار رو طی 3 فصل انجام میدم. اگه خدایان میخواستن این کار رو انجام بدن مدت‌های بسیاری طول میکشید. اما شرطی که دارم این است: ازدواج با فریا و خورشید و ماه رو باید به من بدید. در شروع خدایان قبول نکردند، اما لوکی گفت اون نمیتونه این کار رو انجام بده و ما سعی میکنیم به اون زمان کمتری بدیم و شرطی میذاریم که نمیتونه از پسش بر بیاد و اینطوری ما میتونیم سرش کلاه بذاریم و اون کاری که اون انجام داده رو ادامه بدیم. و 6 ماه کارگر بیجیره و مواجب نصیب اون شده. همه قبول کردند به جز فریا. مرد شروع به کار کرد. با سرعتی عجیب چاله‌ای عمیق کند و طی 1 روز کلی سنگ از کوه آورد. ایزدان با تعجب به اون نگاه میکردند و فریا با نفرت به لوکی نگاه میکرد. در زمستان برف میبارید اما برف نمیتونست جلوی معمار رو بگیره. هر روز دیوار بلند و بلندتر میشد. روزی توی جلسه‌ای که بین ایزدان اتفاق افتاد، فریا گفت این کاری انسان فانی نیستش. اون باید یه غول باشه که خودش رو به صورت یه انسان در آورده. اگه این غول من رو به یوتنهایم ببره، میخوام کسی که این کار رو با من کرد کشته بشه. اون کسی که این بلا رو سر من و ماه و خورشید آورد. لوکی گفت نمیتوانیم این رو تقصیر کسی بندازیم. همه ما این نظر رو دادیم. فریا رو به لوکی کرد و گفت تو بودی که این نظر رو دادی. اودین رو به لوکی کرد و گفت لوکی پسر لویوی، این وضعیت حاصل نظر نابخردانه توست. معمار اسب خودش رو صدا کرد اما متوجه شد که اسبش نمیاد. دوباره صداش کرد و متوجه شد که باز هم نمیاد. تقریبا کار معمار تموم شده بود و وقتی دنبال اسبش گشت متوجه شد که داره دنبال یه ماده میره. پس مجبور شد سورتمه رو به خودش ببنده. فقط 20 سنگ مونده بود اما اون تونست 10 سنگ رو بیاره و روز آخر بود و دیگه دوباره نمیتونست برگرده و ایزدان اون رو مسخره میکردن چون تا غروب آفتاب باید کار رو تحویل میداد. اون چیزی نمیگفت و با عصبانیت کار میکرد. ناگهان رو به سمت خدایان کرد و گفت شما متغلبین. اودین به اون گفت تو متغلبی که با اون که غول هستی خودت رو مخفی کردی و به صورت یک انسان در آوردی. ناگهان غریبه تغییر شکل داد و به هیولای ترسناک تبدیل شد. در بین خدایان ثور را دید که در این مدت به جنگ ترول ها رفته بود. ثور پتکش را پرتاب کرد و غول را کشت و کار دیوار هم تقریبا تموم شده بود. اون 10 سنگ باقی مونده رو ایزدان بعد ماها تونستند سر جاش بذارن و تکمیل کنن این دیوار رو. هرچند اون 10 تایی هم که گذاشتن به تمیزی کار غول نبود. لوکی هم سالها بعد از این ماجرا پیدا شد و وقتی برگشت اسبی به اسم اسلایپنیر رو به همراه داشت که همیشه با لوکی بود و بهترین اسب بود و اون رو به اودین تقدیم کرد و هیچ کس هم نمیتونست بگه که آقا این اسب از کجا اومده. شاید همین اون اسب ماده همون لوکی بوده. اسم همسر لوکی سیگین بود و 2 فرزند از این همسرش به دنیا آورد، نارفی و والی. اون خیلی وقتها ناپدید میشد. بار سومی که ناپدید شد و برگشت، اودین اون رو احضار کرد و گفت من خوابی دیدم و متوجه شدم که تو 3 فرزند دیگر در ازدواجی که در سرزمین غول‌ها یعنی یوتنهایم کردی داری. زنی غول به نام آنگر بوده و فرزندانت خطری بزرگ برای ایزدان خواهند بود. لوکی چیزی نگفت و سعی کرد شرمنده به نظر بیاید اما در دلش احساس غرور میکرد. اودین به ایزدان دستور داد که به سمت آنگر بوده در یوتنهایم برند. بچه‌های اون توی قصر داشتن بازی میکردند و بزرگترینشون که یک مار بود به یک تنه درخت بستند و فرزند میانه که یک گرگ بود پوزه بندی بستند بهش و
یک طناب هم به گردنش بستن و کم سن و سالترینشون هم در کنار خودشون با خودشون بردن. کسایی که سمت راست بودند دختر جوان و زیبایی میدیدند، اما کسی که سمت چپش بود دختری مرده که پوست تنش بر اثر فساد سیاه شده بود. در بین راه 3 روزی که گذشت سور از تیر پرسید نکته‌ای رو متوجه شدی؟ تیر که گردن پرموگ فرزند میانی لوکی رو نوازش میکرد گفت چه نکته‌ای سور؟ گفت اینکه غول‌ها دنبال ما نیومدن، انگار که میخواستن اونها رو ما از یوتنهایم خارج کنیم. تیر گفت حرف احمقانه‌ای هستش. 2 روز بعد به بارگاه اودین رسیدند. اسم فرزند مارشکل لوکی یورمونگوندر، یک مار بسیار بزرگ که طی این 5 روز از درختی که اون رو بهش بسته بودند بزرگتر شده بود. اودین اون رو برداشت و به دریا انداخت. تمام سرزمین میدگارد رو احاطه کرد. اودین همون کاری رو کرد که رویا بهش گفته بود باید انجام بده و نمیدونست که این کار درسته یا نه. اودین رو به کوچکترین فرزند لوکی کرد و گفت دخترم نامت چیست؟ دختر گفت ای پدر همه مرا هل می نامند اگه شما راضی باشید. اودین گفت در این که دختر مؤدبی هستی هیچ شکی نیست و این دختر روزی فرمان روای عمیق‌ترین نقاط تاریک جهان خواهد شد و فرمان روای 9 جهان، اون ملکه ارواح و همه بدبخت ها و بیچاره ها خواهد شد. انسان هایی که غیر شرافتمندانه مرده اند ملکه آنها خواهی شد. هل لبخندی زد. اودین اون رو به جهان بی نور برد و تالار عظیمی به اون داد. اون از زنده ها بیزار بود اما از مردگان خوشش می اومد و بر هر وسیله‌ای که اونجا وجود داشت اسم گذاشت و گفت ظرف غذایم را گرسنگی، چاقویم را قحطی و تخت خوابم را بستر بیماری خواهم خواند. و حال نوبت به فرزند دیگر لوکی، فنریر بود. در شروع تولد به زبان آدمیان حرف میزد. اون رفته رفته بزرگ و بزرگتر شد، به حدی بزرگ شد که تمام ایزدان به جز تیر از اون میترسیدند و فقط تیر بود که بهش غذا میداد. اودین اون رو توی رویای خودش دیده بود و آخرین چیزی که به یاد می آورد دندانها و چشمهای یاقوتی رنگ فنریر بود. طی جلسه ایزدان تصمیم گرفتن اون رو غل و زنجیر کنند، اما با اندکی زور تمام زنجیرها رو از بین می برد. تا حدی رسیده بود که هر یک از حلقه های اون رو انسانهای عادی نمیتونستند بلند کنند و از زنجیری استفاده کردند که نامش درومی بود و به فنریر گفتند اگه تو این زنجیر رو پاره کنی از تمام غولها و ایزدان قوی تری و اجازه داد که اون رو ببندند. این زنجیر رو هم پاره کرد و با غروری به ایزدان نگاه کرد. ترس رو در چشمان تمام ایزدان حتی تیر میدید و اودین از اینکه اون هر روز بزرگ و بزرگتر میشد میترسید. تو قسمت قبل گفتیم که لوکی 3 تا بچه از همسر غولش داشت، یک مار، یک دختر و یک گرگ، که به گرگ رسیده بودیم و این گرگ باعث ترس ایزدان شد و کاری کرده بود که ترس در چشمان ایزدان حتی تیر موج بزد و اودین از اینکه اون هر روز بزرگ و قوی تر میشد میترسید. اودین تمام خرد خودش رو به کار برد تا چاره‌ای پیدا کنه. اسکرنیر الف روشن پوست رو احضار کرد. اون به سمت دورف ها رفت تا زنجیر دیگه بسازه. دورف ها بهش روبان ابریشمی بلندی دادند که اون رو دورف ها ساخته بودند و از قدرتی بسیار زیاد برخوردار بود، با اون که یک روبان ابریشمی بود. ایزدان به سمت دریاچه سیاه، جایی که فنریر گرگ توی اونجا بود، رفتند و وقتی اون رو صدا کردند مثل سگی که صاحبش اون رو صدا کنه پیششون اومد. ایزدان گفتند ما زنجیری به دست آوردیم که میتونه به راحتی تو رو گیر بندازه. اون با غرور گفت هرگز. وقتی ابریشم رو دید خندید، شک کرد، پس گفت یکی از خدایان باید دستش رو توی دهانم بذاره که مطمئن بشم دروغ نمیگید و وقتی من رو بستید، وقتی نتونم اون رو باز کنم به راحتی به واسم بازش کنید اگه وقتی نتونستم این زنجیر رو باز کنم. تیر قبول کرد که دست خودش رو توی دهان این گرگ بزرگ بذاره. هرچه غول زور زد نتونست این ریسمان ابریشمی رو پاره کنه و ایزدان رو دید که در حال خندیدن هستند. تیر به آرامی گفت کارت رو انجام بده. دست تیر از جا کنده شد و فنریر فریاد زد
اودین دغلکار، اگر دروغ نگفته بودی من دوست ایزدان باقی میماندم، اما ترس تو باعث شد خودم تو رو به هلاکت برسونم و روزی ماه و خورشید رو خواهم بلعید، اما بیشترین لذت رو از کشتن تو خواهم برد. و ایزدان اون رو به کوهی بستند و اونجا رو ترک کردند. روزی ثور خوابیده بود و فکر کرد مشکلی پیش اومده، پس پتک خودش میونیر رو فرا خوند، اما نیومد. هرچی اطراف رو نگاه کرد پتک خودش رو ندید و به ذهنش خطور کرد که باز هم کار لوکی هستش. رفت تا ازش بپرسه یا ازش راهنمایی بگیره. لوکی گفت کار من نیست، اما به دنبال راه حلی میگردم. به سرزمین غول‌ها رفت و در اونجا به شکل شاهینی چرخید و غولی رو بر روی کوهی دید که لوکی رو شناخت. وقتی با هم صحبت کردن لوکی به این غول شک کرد. از او پرسید پتک تور گم شده، آیا از این پتک خبر داری؟ غول گفت شاید و نگاهی به لوکی کرد. گفت آیا فریا اونقدری که میگن زیباست؟ لوکی گفت بله. غول رو به لوکی کرد و گفت پتک ثور را من برداشتم و در اعماق زمین مخفی کردم، جایی که کسی نمیتونه اون رو پیدا کنه، اما درخواستی دارم. لوکی گفت هرچه بخواهی برایت میآورم. دیو گفت ازدواج با فریا. لوکی گفت خیال کردی کی هستی؟ غول خندید و گفت ثریم، سرور همه غول‌های عالم. لوکی برگشت و ماجرا را برای ثور تعریف کرد. اونها نزد فریا رفتند و گفتند پتک ثور را ثریم غول دزدیده و در ازاش میخواد با تو ازدواج کنه. فریا طوری عصبانی شد که تمام دیوارهای قصرش لرزید. به لوکی و ثور با عصبانیت نگاه کرد و گفت بروید گم شید، خیال کردید من چجور زنی هستم؟ و ثور که هنوز متوجه نشده بود گفت تکلیف پتک من چی میشه پس؟ لوکی به ثور گفت لطفاً خفه شو و از قصر خارج شدند. ایزدان دور هم جمع شده بودند تا مشورت کنند. هایمدال پیشنهاد داد که ثور رو همچون زنان در بیارن و لباس عروس بپوشه. ثور فریاد زد فکر بد و احمقانه است. اودین گفت نظر خوبی است و ثور هم مجبور به قبول کردن شد. لوکی هم خودش رو به شکل زنی در آورد و به عنوان ندیمه به همراه ثور به سرزمین غول‌ها رفت. وقتی به اونجا رسیدند صدای کلفت گفت احمقها، اینجا رو تمیز کنید، تا پاله ها رو با کاه بپوشونید. این فریا دختر نیورت هستش که پیش ما اومده. لوکی به ثور به آرامی گفت من به آرامی بین شما خواهم نشست و به او خواهم گفت که این رسم ماست. سر میز شام لوکی میان ثریم و ثور نشست. ناگهان کلی غذا بر سر میز آوردند. ثور سر از پا نمیشناخت و شروع به خوردن غذاها کرد و یک گاو کامل را بلعید. لوکی هر بار به پای اون ضربه‌ای میزد، اما اون بدون در نظر گرفتن این موضوع و این اخطار به خوردن ادامه میداد. ثریم میخواست که ثور که فکر میکرد فریا هستش رو ببوسه، اما وقتی به چشمانش نگاه کرد منصرف شد و لوکی که در هیبت ندیمه ثور بود رو کناری کشید و گفت چشمان اون آنچنان شعله‌ور بود که فکر نمی‌کنم چشمان یک زن زیبارو باشد. لوکی گفت او 8 شب است که از عشق شما هنوز نخوابیده و آن شعله‌های عشق است. ثریم که قانع شده بود گفت پس که اینطور. لوکی پرسید آیا وقت اجرای مراسم نرسیده؟ ثریم فریاد زد آن پتک را بیاورید تا پشتوانه عقد ما باشد. پتک را 4 دیو آوردند و در کنار فریا یا همون ثور گذاشتند. ثور پتک را برداشت، به ثریم ضربه ای زد و اون کف تالار ضیافت افتاد و هرگز بلند نشد و تمام دیوهای حاضر توی اونجا رو کشت. روزی ثور برای سفری به همراه لوکی و تیالفی که اون رو به خاطر کاری که کرده بود به خدمت گرفته بود به یوتنهایم رفتن. تیالفی یکی از افرادی بود که سرعت بسیار زیادی داشت و به سمت شرق یوتنهایم حرکت کردند که غولی عظیم و جسته رو دیدند و با اونها همراه شد. وقتی که موقع خواب شد غذای اینها توی کیسه‌ای بود. ثور از خورخور اون کلافه شده بود. این غذا رو جوری گره زده بود که ثور هرچه زور زد هم نتونست اون رو باز کنه و این به عصبانیت ثور افزود و تا ثور قصد خوابیدن داشت این صدای خورخور این دیو نمیذاشت که اون بخوابه و هی عصبانی تر شد. ثور با تمام قدرتش پتکش رو به سمت غول پرتاب کرد. غول بیدار شد و گفت فکر کنم برگی بزرگ به سرم خورد و دوباره خوابید. ثور این بار پتک را جوری به سمت غول پرتاب کرد که تا به حال این کار رو نکرده. غول بیدار شد و گفت فکر کنم فندقی بر سرم افتاد و دوباره خوابید. بعد از چند روز اونها به اوتگارت
رسیدن. دژی بسیار بزرگ که از چند روز قبل از رسیدن اونها از دور دیده میشد و وقتی وارد اونجا شدن پادشاه غول‌ها اونها رو شناخت و اسم پادشاه اونا اوتگارد دالوکی بود. اون گفت آیا شما استعداد خاصی دارید؟ لوکی گفت من میتوانم سریعتر از هر کسی که در این جهان حضور دارد غذا بخورم. شاه به اون گفت بیا با پیش خدمتم که اسمش لوگی هست مسابقه بده. لوگی بر لوکی پیروز شد. تیالفی گفت من سرعتم از همه آدمیان بیشتر است. غول بزرگ گفت به خاطر اینکه جثه تو کوچکتره نامردیه که بخوای با غول‌های نیرومند مسابقه بدیم. بچه غولی به اسم هوگی رو صدا زد و گفت با این بچه غول مسابقه بده. تیالفی از اون بچه غول شکست خورد. چندین بار اونها مسابقه دادند و تمام مسابقات را هوگی پیروز شد، طوری که تیالفی به نصف راه هم نمیرسید که اون خط پایان رو رد میکرد. اوتگارد دالوکی به سور گفت ها نوبت به قهرمانان. سور گفت من میتوانم به راحتی بنوشم و ظرفی وجود نداره که من نتونم تا آخرین قطره از اون بنوشم. شاه داد زد ساقی مخصوص من کو؟ برو شاخ مخصوص من را بیاور. شاه گفت همه ما از این شاخ نوشیدیم و در یک نفس تمام قطره های اون رو هم نوشیدیم و هیچ کدوممون اونقدری ضعیف نبودیم که نتونیم این کار رو انجام بدیم. سرخ رو به نوشیدن کرد و یک نفس نوشید. زمان زیادی رو نوشید و دیگه نمیتونست نفس بکشه و اون رو بیرون آورد تا نفسی تازه کنه و متوجه شد اون شاخ هنوز پره. اوتگارد گفت انتظار داشتم توی نوشیدن بهتر از این باشی. دوباره سرخ سعی کرد اما باز موفق نشد. اوتگارد گفت پس هرچی که درباره قدرت سور میگفتن قصه و دروغ بود. حالا بهتر از زور تو را ببینم. آیا میتوانی گربه من که اونجا هست رو از زمین بلند کنی؟ سور خندید ولی هر چقدر زور زد نتونست اون گربه رو بلند کنه. اوتگارد دالوکی خندید گفت اشکالی نداره، تو یک موجود نحیفی پس نمیتونی گربه من رو بلند کنی. سور گفت من نحیفم؟ حاضرم با هر کدوم از غول‌هایی که بگویی کشتی بگیرم. شاه غول‌ها گفت باشه، اما اون چیزی که از تو دیدم نامردیه با یه غول واقعی کشتی بگیریم. این خلاف مهمان نوازیه. تو میتونی با مادرخوانده من کشتی بگیری. سن و سال او زیاده قبول دارم، ولی او فوت و فن کشتی رو به من یاد داده. سرخ شروع به کشتی گرفتن با پیرزن کرد. از هر کسی که سر تا حالا دیده بود این پیرزن سال خورده تر بود. سر هرچه تقلا کرد پیرزن سر جای خودش ایستاد و به چشمان سر به راحتی نگاه میکرد. ناگهان دست خودش رو دور سور حلقه زد و اون رو به زمین کوبید. شاه گفت بس است. سور، لوکی و تیفالی کنار آتش با سکوت کنار هم نشستن و همدیگر رو نگاه میکردن. صبح روز بعد اوتگارد دالوکی اونها رو برای خروج همراهی کرد. گفت امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. سور گفت من همیشه فکر میکردم قوی ترینم، حالا فکر میکنم که هیچ چیز نیستم. تیالفی گفت من فکر میکردم از همه سریعترم. لوکی گفت من فکر میکردم کسی نمیتواند در خوردن مرا شکست دهد. غول به اونها گفت راستش را بخواهی من به شما کلک زدم. آن غول بلند قامت من بودم که با سختی خودم رو بزرگ کردم و تغییر قیافه دادم و اون کیسه رو با سحر سفت کرده بودم تا نتونید غذای خودتون رو بردارید. وقتی با پتک به سمت من زدی وانمود کردم خوابیدم، چون میدونستم با ضربه کوچکی از تو خواهم مرد و به جای سرم از کوه استفاده کردم و پتک سر به کوهی برخورد کرد. رو به لوکی کرد و گفت تو با آتش مسابقه دادی. اون غذاها رو آتش با ظرفش میسوزوند و رو به تیالفی کرد گفت هوگی در واقع خیال تو بود، چون تفکر و اندیشه تو از تو سریعتر است هیچگاه نمیتوانستی بر هوگی پیروز شوی. سر فریاد زد درباره من چه کردی؟ شاه غول گفت سر دیگر شاخ به آب اقیانوس وصل بود و گربه‌ای که سعی کردی بلند کنی در واقع مار بزرگ میدگارد یورمون گوندور بود، ولی تو موفق شدی اون رو اندکی بلند کنی که هیچ کس نمیتونست
این کار را انجام بده. ثور آرام و ملایم گفت ماجرای پیرزن چه بود؟ پادشاه غول‌ها گفت اون نماد پیری و کهنسالی هستش. هیچ کس نمیتونه سالخوردگی رو شکست بده. اما وقتی دیدم داری روبروی کهولت قرار میگیری و دست و پنجه نرم میکنی تعجب کردم. قصد من اینه که توی آینده از دژم دفاع کنم و شما هرگز نمیتونید اوتگارت رو پیدا کنید. ثور پتک خودش رو بالا برد تا اون رو بکشه، اما تا اومد ضربه‌ای به غول بزنه تمام اون دژ محو شد و حتی اون غول بزرگ هم محو شد و متوجه شد تمام اینها توهم بوده. تالار والهالا، تالار بزرگ اودین، همه این هیریار یا کسانی که شجاعانه جنگیدن اونجا حضور دارند. والکری ها ارواح این جنگجویان شجاع رو از میدان نبرد جمع می کنند. والکری ها زنان جنگجویی هستند که ارواح رو برای کسب جایزه نهایی به والهالا میارن. همیشه افراد تازه‌ای به این جمع اضافه میشه و تا وقتی که جنگ با گرگ بزرگ در رگناروک فرا برسه عده اونها بیشتر میشه. این جنگجویان هر روز با هم در حال تمرین و جنگ هستند. بعضی از اونها به خاک میافتند و کشته میشن و صدای بلند میگوید کافی است، زمان نبرد برای امروز سر آمده و زخم جنگجوهای کشته شده دوباره خوب می شود. با جنگجوی دیگه با دست دوستی به اونی که افتاده کمک میکنه و اون شخص دوباره زنده میشه و بعد به والهالا برمیگردند. این تالار بزرگ 540 در داره که از هر در 800 جنگجو میتونه وارد تالار بشه. جنگجوها توی تالار با شروع شدن ضیافت شادی میکنند و کاسه عظیمی که گوشت گرازی به اسم سریمینر تهیه میشه. اونها شبها این گراز رو سر میبرند و میخورند و فردا دوباره زنده میشه و دوباره آماده ذبح شدنه و نوشیدنی این جنگجوها از یک بز به اسم هیدرون تأمین میشه و اودین پشت میز نشسته و ظرف غذای جلوشه، اما از اون غذاها نمیخوره چون اودین به غذایی نیاز نداره، اما اون غذا رو به گرگ‌های خودش گری و فرکی میده و خرد و گوشت‌ها رو هم به دزاقی که روی دوشش هستند و همه اخبار دنیا رو براش میارن میده تا بخورن. توی تالار دیگه به اسم هیتسشاف که برج دیدبانی اودینه و 9 عالم رو زیر نظر داره. خب حالا اطلاعاتی درباره والهالا پیدا کردیم. این موضوع رو واسه این گفتم که وایکینگ ها این اعتقاد رو داشتن که بعد از مرگشون به اینجا میرن و اگه هم به خاطر جنگ آوری و جنگجویی نمیرند به نیفلهایم پیش هل میرن و میتونه یکی از دلایل حمله به اروپا تو قرون وسطا این موضوع باشه. حالا بپردازیم به مرگ بالدر و اتفاقات بعدش. بالدر یکی از زیباترین ایزدان بین ایزدان بود و مثل آفتاب میدرخشید و دومین فرزند اودین بود. اون رو همه به انصاف میشناختن. اسم همسرش نانا بود و اسم فرزندشون فارسته. بالدر هر شب کابوس میدید. گرگی خورشید و ماه رو میبلعه و عصر طوفان و قتل شروع میشه. اون خوابش رو برای ایزدان تعریف کرد و همه اونها بجز لوکی نگران میشدند، ولی لوکی لبخند میزد. هیچ کدام از ایزدان معنی این خواب رو نمیدونستند. اودین مجبور شد شروع به سفر کنه تا معنی خواب بالدر رو بفهمه. اون کلاه لبه‌دار و شنلش رو پوشید و با اسم زائر فرزند مبارز شروع به سفر کرد. همه به اون گفتن که زنی فرزانه زمانی بود که تمام پاسخها رو میدونست، اما اون حالا مرده و گور این زن در انتهای جهان وجود داره، جایی که هل دختر لوکی صاحب اونجا بود. اودین به قبر اون زن رسید و تاریک ترین طلسم ها رو خوند. طوفان به صورت اودین شلاق میزد. زن ناگهان بلند شد و گفت سفر از سرزمین مردگان به اینجا سفری سخت و طولانی بود. مردی که من را از اونجا به اینجا کشوندی، اسم تو چیست؟ اودین گفت من زائر فرزند مبارز هستم. درباره اون جهان به من بگو. زن گفت بالدر به زودی به ما ملحق میشه. ما برای اون شهد و شراب آماده کردیم. جهان زندگان را غم و اندوه فرا خواهد گرفت. اودین پرسید چه کسی بالدر را خواهد کشت؟ پاسخ زن اودین را تکان داد. چه کسی انتقام بالدر را خواهد گرفت؟ پاسخ زن اودین را متحیر کرد. چه کسی برای او سوگواری میکند؟ زن گفت نام تو زائر نیست، تو اودین هستی
هستی. اودین گفت تو هم زن خردمندی نیستی. تو آنگربودا معشوقه لوکی و مادر هل مار میدگارد فنریر گورگ هستی. زن غول گفت بزن به چار. تا زمانی که همسرم لوکی از قید و بندهای خودش خلاص نشده سراغ من نیا. رگناروک پایان سرنوشت ایزدانه و بعد ناپدید شد. اودین ماند با کلی سوال که باید چه کاری انجام دهد. منظور زن از قید و بند لوکی چه بود؟ و از این حرفها تعجب کرد که ایزدان هم نمیتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. این موضوع رو اودین فقط به همسرش فریگ یعنی مادر بالدر گفت و همسرش گفت من حرف تو رو قبول ندارم و هیچ کس از فرزند من کینه ای نداره. اون به تمام دنیا رفت تا از همه قول بگیره که به فرزندش آسیبی نرسونند. اون با تمام آبها، آتش، آهن، پرندگان و چرندگان و همه موجودات حرف زد و قول گرفت که به بالدر آسیبی نرسونند. تمام بیماری ها و تمام درختان اون از همه چیز قول گرفت به جز علف هرز نازکی که از درختها بالا میرفت. اون به آزگارد برگشت و گفت هیچ چیز برای بالدر تهدید حساب نمیشه و سنگی رو برداشت و به سمت بالدر پرتاب کرد و اون سنگ مسیرش رو عوض کرد. همه ایزدان خوشحال شدند به جز لوکی. ایزدان هر کدوم چیزی رو به سمت بالدر پرتاب میکردند و دیدن چیزی نمیشه. لوکی در تاریکی سایه ها گم شد. هود برادر بالدر که نابینا بود پرسید چرا شادی میکنید؟ همه ایزدان در حال خوشحالی بودند. زنی به فریگ نزدیک شد و گفت نمیترسی؟ همه هر چیزی رو میفرستن به سمت پسرت. فریگ گفت من از همه چیز قول گرفتم که به فرزندم آسیبی نزند به جز علف هرز و نازکی که از درخت بالا میره. زن گفت بله اون چیز مهمی نیست و ناپدید شد. چون فریگ حواسش نبود توجهی نکرد. اون زن لوکی بود و به سمت غرب والهالا رفت و به سرعت حرکت کرد. لوکی رفت و این گیاه رو جمع کرد. هود نابینا گوشه ای غمگین نشسته بود چون همیشه برادرش بالدر ماجرا رو براش تعریف میکرد اما اون هم فراموش کرده بود. لوکی اون رو صدا کرد. چرا گرفته ای؟ گفت سخته که همه دارن شادی میکنند و من نمیتونم توی این شادی سهیم باشم. لوکی گفت این دارت جدیدی که من ساختم این رو بگیر و به سمت برادرت پرتاب کن. ایزدان چون برادرت هیچگاه نمیمیره دارند با سلاحهای مختلف بهش ضربه میزنند و شادی میکنند. من تو رو به نزدیکی اون میبرم و با این دارت به اون ضربه بزن. میبینی که همه میخندن و تو هم توی شادیشون سهیم میشی. دارت از ساقه اون علف هرز ساخته شده بود. وقتی که برادرش پرتاب کرد ناگهان جمع در سکوتی مطلق فرو رفت. لوکی گفت چه کار وحشتناکی، تو برادرت را کشتی و صدای گریه مادر بالدر بلند شد. هرمود سریعترین و جسورترین ایزدان گفت من به جهان زیرین به دیدار هل میروم و بالدر را باز میگردانم و اون وارد سفری به جهان زیرین شد. ایزدان آماده شدند که جنازه بالدر رو بسوزونند. در این بین همسرش نانا هم به خاطر مرگ بالدر میمیره. هر دوی اینها رو یک جا با توده هیزم آتش زدند. سور میخواست زن غولی که به کمک اونها اومده بود رو بکشه تا خشمش فروکش کنه. دورفی رو که بغل آتیش وایساده بود رو توی آتیش انداخت. این کار سور دورف ها رو عصبانی کرد. سور گفت من اصلا راضی نیستم. هرچه زودتر باید بالدر به جهان زندگان برگرده. هرمود 3 روز بدون توقف به عمق زمین میرفت. زنی به اسم مودگوت محافظ پل مرگ گفت تو کی هستی؟ تو شبیه به مردگان نیستی و خون زیر پوست تو جاری است. اون گفت من هرمود فرزند اودین هستم. من دنبال هل هستم تا بالدر رو پیدا کنم. آیا اون رو دیدی؟ مودگوت گفت 9 روز پیش بالدر از اینجا عبور کرد. به سمت شمال برو، بعد به دروازه جهان مردگان میرسی. وقتی که به تالار هل رسیدی بالدر رو اونجا میبینی. وقتی که رفت بالدر رو اونجا دید. در صدر میز مهمانان نشسته بود و همسرش نانا در کنار او بود و در طرفی هل دختر لوکی نشسته بود. هرمود به هل گفت من باید بالدر رو برگردونم و هل گفت چرا باید اجازه بدم که تو اون رو برگردونی؟ هرمود گفت همه چیز برای اون عزادارند.
غول‌های یخی، دورف‌ها و الف‌ها، حتی جانوران، نباتات و سنگ‌ها. هل آهی کشید و گفت اما باید از همه چیز بپرسید، از همه کس، سنگ‌ها، غول‌ها، حتی اگر یک نفر بگوید من برای بالدر عزادار نیستم، اجازه نمیدهم بالدر بازگردد. هرمود به آزگارد برگشت. در طی این مدت که هرمود نبود، اودین جانشینی برای بالدر انتخاب کرد. نام این پسر والی بود، پسر اودین و الهه‌ای به نام رین. این نوزاد هنوز یک روزش نشده بود که هود برادر کور بالدر رو پیدا کرد و کشت تا انتقام مرگ بالدر رو بگیره. نماینده هایی به سراسر دنیا ارسال شدند. از همه کس اجازه گرفتند تا بالدر رو برگردونند. در این بین پیرزن غولی به نام توگ گفت برای بالدر پسر اودین گریه نخواهد کرد. پسر اودین پیر زنده یا مرده برای من چیزی جز غم نبوده. از شرش خلاص شدم. نمایندگان به آزگارد رسیدند و موضوع رو تعریف کردند. این پیرزن همان لوکی بود. سور گفت من باید لوکی را گیر بیاندازم و ازش انتقام بگیرم. اما لوکی در اطراف آزگارد مخفی نشده بود. لوکی پس از کشتن بالدر کمترین نشانی از پشیمانی درش دیده نمیشد. در قصر ایزدان ایزیز، ایزدان در حال خوردن آبجو بودند. لوکی هم مقدار زیادی نوشید و مست شد و کارش از حقه بازی گذشته بود. افسردگی و سیاهی اون رو فرا گرفته بود و فیمانگ پیش خدمت ایگیر بسیار حرفه‌ای بود. اون یه پیشخدمت بسیار حرفه‌ای بود. لوکی حسودی کرد و جلوی جمع اون رو کشت و لوکی فرار کرد و دوباره برگشت به نزد اودین و گفت پدر همه، مگر من برادر قسم خورده ات نیستم و سوگند نخوردی که بدون من در هیچ ضیافتی نباشی و ننوشی؟ اودین گفت بگذارید پدر گرگ هم بنشیند. لوکی به تمام ایزدان توهین کرد و جمع را ترک کرد و گفت این آخرین ضیافتتان خواهد بود. این تالار غرق آتش می شود. در اثر این آتش پوست آب می شود. روز بعد مستی از سرش پرید ولی شرم نداشت. وایساد تا ایزدان فراموش کنند و به خونش توی کوهستان کنار دریا رفت و خودش رو به شکل ماهی مخفی کرد و با خودش گفت امکان داره بفهمن که ماهی هستم و من رو بگیرن. پس شبکه‌هایی با مربع‌های کوچک درست کرد. در واقع همون تور بود که برای اولین بار تور در اینجا ساخته شده و به این فکر میکرد که اگر ایزدان تور ساختند برای گرفتن چطور باید فرار کنه. روزی متوجه شد ایزدان به بالای کوهستان میآیند. تور را سوزاند و به دریا رفت. کوازیر خردمند هم آمده بود. اون توجهش به خاکسترهای روی زمین جلب شد. قبل از اون چیزی به اسم تور ساخته نشده بود. کوارزیر که از خاکستر باقی مونده تونست حدس بزنه که وسیله با لوزی‌های کوچک در اینجا سوزونده شده و گفت اگر من بودم اسم این رو تور میذاشتم. در این بین ثور غرغر کنان گفت که ما اومدیم به دنبال لوکی، نه برای تعریف و تمجید از اون. کوارزیر گفت این رو برای صید ماهی ها ساخته. اگه تو جای اون بودی چرا باید این رو میساختی و بعد تا متوجه ما میشدی اون رو میسوزوندی؟ و اونها با ابزارهایی که لوکی برای تور ساختن آماده کرده بود توری به اندازه کل دریاچه ساختن. لوکی رو که به یک ماهی تبدیل شده بود گرفتن و همسر و دو فرزند آزگاردی لوکی با اون اومده بودند. در این بین فرزندان آزگاردی لوکی نارفی و والی گفتند او پدر ماست، شما سوگند خوردی که اون رو نکشی. کوارزیر گفت بله، ما نسبت به اون مسئولیت داریم و اون رو نمیکشیم، ولی هیچ مسئولیتی نسبت به شما نداریم. ناگهان والی تبدیل به گرگی شد، برادر خودش نارفی رو کشت و از بالای سر ایزدان فرار کرد و تا پایان هم هیچ کس از اون خبری نداشت و در قلب غار لوکی رو بستند به یک سنگ و از روده های پسر لوکی یعنی نارفی استفاده کردند تا اون رو محکمتر ببندند. سیگین همسر لوکی شاهد این موضوع بود. ماری وارد شد و زهرش رو به چشم لوکی پاشید. ایزدان اونجا رو ترک کردند. سیگین به ایزد خردمند کوازیر گفت با من چه خواهید کرد؟ گفت هیچ و آنجا را ترک کرد. اما همسرش تا ابد در آنجا ماند. آنقدر این اتفاق دور افتاده بود که کوهها تجزیه و دریاها خشک شدند و کوهها و دریاهای جدید شکل گرفتند و تمام این مدت همسر لوکی کنارش بود.
با یک کاسه و سم اون مار رو میگرفت و نمیذاشت به چشم لوکی آسیب برسه. وقتی که همسرش کاسه زهر رو میرفت خالی کنه، معمولا توی این زمانها سم مار به لوکی میخورد و زرد کشیدنش باعث زلزله در جهان میشد. و حالا برسیم به شروع راگناروک که همه چیز با شروع شدن زمستان شروع میشه. زمستانی که بعد از زمستان میآید و بهار نمیرسد، دوره‌ای که مردم به گرگ تبدیل میشن و همدیگر رو میکشن و در این بین که همه مثل حیوانات دارن زندگی میکنند، خورشید از آسمان ناپدید میشود، انگار که یک گرگ آن را بلعیده و زلزله بزرگی می آید و همه چیز را ویران می کند. حتی زنجیرهای فنریر گرگ آزاد می شود و سیلی می آید. یورمونگدر مار بزرگ به سطح خشکی می رسد چون همه جا رو آب گرفته و زهر این مار بزرگ میدگارد کل جهان را در بر میگیرد و پسران مسپل آتشین از آسمان به زمین میریزند و فرمانده بزرگشان غول آتش سورتر از پل رنگین کمان، پل بیفروس عبور میکند. همه اونها خودشون رو به دشتی به اسم ویگرید میرسونند. در این بین لوکی هم آزاد میشه و با کشتی به اسم ناگلهار، بزرگترین کشتی که از ناخون مردگان ساخته شده، بر روی سطح زمین میآید. لوکی مدیریت کشتی رو به عهده میگیره، اما ناخدای کشتی هریم هستش، رهبر تمام غول‌های یخی، و اون هم همراه غول‌های یخی به دنبال لوکی حرکت میکنه. سربازان لوکی رو مردگان هل تشکیل میدن. همه توی دشت ویگرید جمع میشن. هایمدال تمام این اتفاقات رو میبینه و در شاخ گیادلهورن میدمه و ایزدها آماده جنگ میشن. تمام سربازهایی که شرافتمندانه مرده اند لباس رزم میپوشند و اودین از سر میمیر مشورت میگیره و ایزدان هم وارد نبرد میشن. اودین به سمت فنریر گرگ بزرگ میره و ثور هم میره سراغ مار میدگارد. فری هم به سمت هیولای شعله‌ور سورتر میره و اولین ایزدی که کشته میشه فری هستش و سربازهای اودین گیر سربازهای مرده لوکی میافتند. گارم سگی که در اعماق جهان مردگان به زنجیر کشیده شده بود هم آزاد میشه و تیر روبروی اون میسته و هر دوی اونها هم دیگر رو میکشن. ثور مار بزرگ رو میکشه، اما در انتها تمام زهر خودش رو روی ثور میریزه. ثور هم میمیره. گرگ حتی از ماه و خورشید هم بزرگتره و اون اودین رو به راحتی میبلعه. ویدار پسر اودین که این صحنه رو میبینه، کفش مخصوص و قدرتمند خودش رو توی دهان گرگ بزرگ میندازه و بعد دهانش رو میشکنه و گرگ بزرگ میمیره. از سپاه لوکی فقط لوکی زنده میمونه و هایمدال هم هنوز زنده هستش و به سوی همدیگه از لابلای جنازه ها حرکت میکنند. انقدر با هم جنگیدند که خون تمام بدنشون رو گرفته. هایمدال در حال مرگ. وقتی که هر دو روی زمین بودند، لوکی گفت بالاخره من با فرزندان زیبایم شما ایزدان را شکست دادم. هایمدال خندید و گفت ثور مار بزرگ را کشت، ویدار پسرت فنریر گرگ رو و مودی و ماگنی هنوز زنده اند. به راحتی میتوانند میوندنیر پتک ثور رو به دست بگیرند. لوکی خندید و گفت من جهان رو نابود کردم و دیگر هیچ کس زنده نمانده و جهان در آتش در حال سوختن است. هایمدال خندید و گفت تو هیچ وقت دستت به زن و مردی که در زیر ایگدرازیل زندگی میکنند نمیرسه. زن زندگی و مرد شوق زندگی نام داره و این عصر قدیم تمام میشه و اونها عصر جدیدی رو شروع میکنند و لوکی و هایمدال بعد این گفتگو میمیرن. سورتر شمشیر خودش رو به حرکت در میاره و تمام آسمان ها و جنگل ها رو نابود میکنه. بعد آب دریاها این آتیش رو خاموش کرد و آرام آرام زندگی دوباره شکل گرفت. گرگ خورشید رو خورد و دختر خورشید جای اون رو گرفت و آن زن و مرد فرزندانی به دنیا آوردند. دیگر آزگاردی نیست، این بار ایداول جایگزین آزگارد شد و بالدر و هود از جهان مردگان برمیگردند. ویدار و والی از پسران اودین و مودی و ماگنی پسران ثور هنوز زنده هستند. ممنون که این ویدیو رو دیدید و ممنون میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید.